Ассалому алайкум, ҳатони азиз, ҳама тоҷикони олам. Ман хостам дар ин чӣ мегӯянд, субҳи содиқи субҳи содиқи хистагӣ бо маънои тоза барои шумо ояти 13 сураи Албақараро хостам маънӣ дод кунам. Маънояшро чӣ мегӯяд? Барои мо чӣ хабар медиҳад? аз ҳама сураи калонтарини Қуръон аст. Дар ояти 13-аш аъузу биллаҳи минаш шайтони раҷим وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. صدق الله العظیم. در این آیه ببینید چی میگوید. وای عاطفه است، این وای میکند دوام خبری جمله رو به خود پیوست میکنه. میگه که و اذا وقتا که و است پیوندک میگم به زبان تاجیکی میپیوندد، پس کلمه از خودش میومده و اذا معنی که وقتا که قیل گفته شد لهم با آنها امینو ایمان بیارید. امینو اینجا امر است، امر خداوند است. امینو کما چنانه که آمنه ایمان آوردن ناس مردم. قالو در جواب چی گفتن؟ وقتی که به اینا امر شد که ایمان بیاره، اینا در جواب گفتن که قالو گفتن انؤمنو یعنی مگر. اینجا خودش تنها مگر میشه. مگر نؤمنو ما ایمان بیاریم. نؤمنو یه حرف نون شماره جمع رو میفهمونه. نؤمنو ایمان بیاریم کما چنانه که آمنه ایمان آوردند سفها این احمق ها. میگه استغفرالله، اینا میگن که ما ایمان بیاریم و مونند. ما میگه احمق ها. این ایمان بیارید، ایمان آوردگان کیو هستند؟ پیغمبران انتخاب کرده خداوند، صحابه ها، پیرو. ایمان بیارید گفتن اینجا الله تعالی ایمان آورد بیارید گفتن به مانند که اون کسایی که ایمان آورده بودن پیش از شما. انتخاب کرده خداوند پیغمبران فرستادگان و صحابگان و پیروان ایمان بیارید به مانند آنها، پیروی از قرآن کنید، پیروی از سنت پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم کنید، پیروی از راه حق از دین اسلام کنید. خداوند در اول آیه ببینید چی میگه که و وقتی که گفتیم به آنها ایمان بیارید، چنانه که ایمان آوردن، همون کسانی که به مانند اون مردمی که ایمان آوردن. در این تفسیر من آمن الناس میآید که آن مردم که ها بودن؟ آن مردم صحابگان، پیروان، کسایی که سخنان پیغمبر رو چیکار کردن؟ گوش کردن. پیغمبر رو حقیقتا با اونها مثل که کتاب آماده شده بود، لیکن با واسطه پیغمبر رو اینا مثل صحابگان، پیروان، مثل که هم کسانی که فهمیدن سخن حق رو ایمان آوردن. اینا در جواب چی گفتن؟ گفتن که قالو، با این کلمه رو باشون تکرار کنم، گفتن که ما ایمان بیاریم و مانند اون کسانی که ایمان آوردن، کما چنانی که آمنه ایمان آوردن سفها یعنی که احمق ها. سفیه احمق میگن زبان عربی، از سفها جمع از احمق ها. میگن ما ایمان بیاریم و مانند احمق ها. میگن در ادامه آیات میگن که الا مگر انهم آنها خودشون، اینهم هم السفها، آنها هم السفها، مگر آنها خودشون میگه احمق هستند. ببینین خودشون احمق نباشند. در مثال که قدر سنگ میزنن آدمایی که مثال سخن حق میگفتن. پیغمبر ما رو چقدر سنگ میزدن، میگفتن که وقتی که پیغمبر مثلا به حج و عمره آمدنی شد، همه مشرکا گفتن که ما را بیاین، گفتن قسم قسم میشیم، سوال ها میتیم یا که وای میکنیم، مسخره میکنیم که او شاعر است. بعد گفتن که آخه شعر نمیخواند و شاعر نبود، پیش کسی تعلیم کردگی نبود، چه شاعر است؟ هم گروهی که با آنها مثلا پیشنهاد کرده شد. گفت که به دیوانه میگیم. آقا دیوانه نیست، میگه وای مثل آدمای سالم گپ میزنند. پس گفت بیا جادوگر میگیم. برای چی جادوگر گفتن میگیم شه؟ برای که دینی باباش رو اعتراف نمیکند و دین دیگر رو پیروی میکند. همین گونه با پیغمبر ما چی کردن؟ سنگ زدن. اینا هم گفته که ما ایمان بیاریم و مانند احمق ها. میگم اینجا میگه که آنها خودشون احمق هستند. چگونه احمق هستند؟ اینها در آیات دیگر میگه الله سبحانه و تعالی که از خداوند دانشمندها میترسند. کسایی که سواد دارند و علم دارند جستجو میکنند و از خداوند میترسند. من با شما در ویدیوهای گذشته گفتم که من از کودکیم آرزو میکردم که وقتی سوره قرآن مادرم به من نشون داده بود
من آرزو می‌کردم که من آیات قرآن نمیدونم چرا میخوانم، چرا معنیش نمیفهمم. در جستجو شدم که پدر رحمتی من گفتن که مکتب رو نخوان، مکتب رو با بابای خوب اعلی خوندم، با دانش و با سواد خوب در جستجوی آیات قرآن شدم. یعنی که در آیات قرآن خبر میدهد که از خداوند دانشمندا و با سوادها میترسند و با سوخ به راه حق رو جستجو میکنند و به اون میرسند. انا که میگه دوام آیات چی میگه؟ میگه که الا، بلکه میگه اینهم، اینه با اینه به درستی، بلکه به درستی که آنها خودشون میگه هم سفها، آنها خودشون میگه احمق هستند. دیدین در این تفسیر آیه چی میگه؟ الا میگه مگر اینه به درستی است، اینجا تصدیق میکند اینه به درستی که هم آنها، هم خودشون، آنها خودشون سفها احمق ها هستند. میگه احمق های راه گم زده هستند، گمراه هستند. و لیکن لا یعلمون، نمیدانند، حس نمیکنند، درک نمیکنند. خودشون احمق هستند لیکن حس نمیکنند. در مثل تاجیکی کو دوز میگه که ما دوز هستن در اطرافشن، یا که آدم زینوکار فکر میکنه که ما زینوکار هستن، رنگ و خشوی مو مرا تمت کرد که تو فاحشه هستی و خودش زنش پیش از نیکو زینو کرده است، بگیشته است. همین گونه انسان ها خودشون احمق هستند، خودشون در راه کج هستند، خودشون نماز نمیخوانند. با کسی که میگه نماز تا بخوان، برای نماز تا بخوان، تا کامنتری می نویسن گو برای نماز تا بخوان، پیرش ده برای پشت پرده بشی، برای کاری خانه تا کن. ببینید الله تعالی به ما چگونه علم داده است که قرآن ما میفهمم، به شما معنی داد میکنم، با ما خب کرده در خانه بشینم. این آیت ما شما کلمه به کلمه با قاعده های عربیش بعد معنیاش یک آیت به شما فهمونم با تفسیرش قطعی. این یوتیوب ده چقدر عالمو برآمد میکنن، همونو به شما میگن که چگونه ما آیت به شما معنی داد کردن. بعد با یک بار دیگه آیت رو حرف به حرف به شما میفهمونم، از یک ویدیو دیگه میکنم. خب لایک کردن و چی میگن، подписаться و پلیس فراموش نکنید. می ندارم شما.